شرکت ما زیاده از 3.5 سال برای کار تامین کردن شهرهای جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی کار و فعالیت کرد. در نسبت شرکت ما بسیار تهمت‌های کلان کردند که ما شهروندان جمهوری تاجیکستان رو برده در عربستان سعودی بیکار به هیچی در همجا میپرداخته باشیم، کار نمیفته باشیم. از هر یک تیوای از 5 تا 10 هزار دلار ما پول میگرفته باشیم. در اساس گیری همین مهاجر کار میروند و بیچاره پول ندارد، راه پولی ندارد. از کجا 5-10 هزار ماه یافته میتید؟ مهاجر بیچاره با کار رفتن حجت پیشنهاد میکنند، ما با همچون رایگان میرود. رایگان خدمترسان شرکت ما را حتی سپریده نمیتونن که 500 سامان تشکیل میتید. تهمت همین بود که دختران از سن 16 ساله ما با کار میبردیم، در آنجا با کارهای دیگر مشغول میشدیم. یکمش که کودکس مهنت عربستان سعودی ای 23 بالای است. یگان آدمی که یک ماه نرسد ویزا داده نمیشود. بسیار همین تهمت‌ها شد نسبت شرکت ما. بعد بسیار خود سرانه رفتن در اونجا کار نکردن، به هر خیلی کارا دچار شدن، برای خود سرانه رفتن، غیر قانونی رفتن. بعد در اینجا شرکت‌های نو پیدا شدن. چطور که شما می‌دونید امکان 2015 عبدالکریم متاسفانه ما اینا را گناهکار کردن نیستم، همون چی کردن نیستم. اونا در همین سمت مهاجرت مهنتی متخصص نبودن، بعد تجربه خوب نداشتن. از همین سبب بسیار کارگرایی که به عربستان سعودی و یا انتقال میکردن، این همش از قد کوچه بیم راست میبیود. گپ و کلوچه بسیار شد. برای همین بعد ما گرفتیم هم شرکت محکم کردیم فعالیت مهاجرت مهنتی را از اول ماه ینوری 2017. مثلا چند حادثه که در یک سال اخیر رسانه‌ای شد، مثلا زنها از اونجا میگفتند که توسط شرکت ها اومدند و اینجا مثلا با کارفرما جنجال کردن و کارفرما از خانه برآمده نمیتواند. این یگان دخل نداره شرکت ما. شرکت ما گفته است که من نماینده داشتیم در اونجا، کار کردم، نصب کردم. با سفارتخانه تاجیکستان ما یک جای در تماس بودیم. پیش همون من رفته شرطنامه کردم، اول رفته سفارتخانه سفیر را دیدم. اون وقت محترم استاد عبدالله یولداش بودن، کار کردیم. همون کسایی ما را دستگیری کردن برای کار خیرنام همون وقت.